از مناظر شهر زیبای زاکنتوس برای شما بگیریم که امیدوارم خوش شما باید. امیدوارم که می‌بینید که شهر زاکنتوس یک منظره بسیار زیبایی بخورد. کشتی‌هایی که از طرف کلیمی مسافران حمل نقل می‌آورند به شهر زاکنتوس و شهر زاکنتوس هم که جزیره کلیمی. صبر خب این هم که میبینید یک دل برای جایی که امروز هم آمدیم بیرون برای گردش. خب آقای شریفی اول شما بفرمایید که اینجا کجایه و برای بینندگان عزیز تشریف بدید، به خاطر چی آمدید امروز، چی روزیه؟ اینجا که است ضمن عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم. اینجا که است آقای احمد آقای شریفی که است امروز شهر زاکنتوس است کامل. خب بعد امروز هم که یک از روزهای سلام نمیگم آمدیم اینجا برای تفریح ما به اتفاق علی آقا و ای آقای جاوید خان هستن. روی طرف دوربین که ما معرفی کنیم روی که است عزت نظری است آقای محمد علی شنگردی خانزاده، اولو دختر که است دختر آقای حبیبی اسمش رمینای، آقای آقا رضای شریفی، این هم آساخیر که می‌بینید آقای آقا بشیر هستن که همه ما اینجا امروز تعطیلات است آمدیم به طرف خلعه حرکت میکنیم. اینجا چی یک از مناظر زیبای شهر زاکنتوس را برای دوستان می‌بینیم و بقیه دوستا در حال آمدن است که آقای حسینی است، عبدالله است که دارن سازمان حال آمدن است، الان شاید به این نزدیکا برسه. قربان علی هم که است در حال آشپزیه که غذاخانه امروز مثلا ولایت می‌خواهد غذای بسیار خوشمزه شاید درست کنه. آقای حسینی خامد بله خب این هم از آقای حسینی تصمیم آقای حسینی برای خاطر چی آمده اینجا کجایه و چند وقت میشه در یونان هم دیده هستن، چند وقت در جزیره لیسوسی خب کم بلندتر صحبت کنید. خب تشکر. خب شما آقای عزت الله نظری تشریف بدید که به خاطر چی آمدید امروز اینجا؟ امروز چی روزیه؟ چند شنبه چند وقت میشه در شهر زاکنتوس آمدید؟ امروز روزی دوشنبه است. اگر روز تعطیلات نیست، روز کاری، اما ما بعد از برنامه کاری آمدیم که یک چکر بریم به سر زمیکو. آقای محمد علی خان تو بگیرید امروز چی روزی است؟ کجا آمده؟ خود معرفی که برای بیننده امیت خوب سعیه دیگه. محمد علی هستم. اینجا جزیره زاکنتوس هستن. بله.
و روزم که دوشنبه ساعت هم فکر کنم 6 هستیم باشه. ای براو. دیگه هم دیم دیگه ایمیدی چکر هم دیم. بریم یک تفریح شویم. دیگه نمی دیگه. خب اینم آقا رضا شما خود معرفی که برای بیننده ها. رضا است، فامیلیم شریفیه. بله. با رفقام میدیم گردش. خب. آره تا ببینیم چی رقم میشه. آها تشکر از شما. پاسله چی کانی تیزو؟ ولتا. چی کانی تیزو؟ کانی ولتا. براو. یک از دختر آقای عبیبیه که بسیار یونانیش قوی است که با تقریبا 3 زبان کس حرف میزنه و یونانیش دیگه تقریبا در کلاس چندم برای اینه؟ پاس خورانی هستی؟ اکس خورانی براو. خواه جا شد آقای برادر. اینم دوستای عزیز. خب اینم آقای فیلم بردار از ما که صدایش شنیدید و تصویرش را ندیده بودید. شما معرفی که دوست عزیز خود را برای بیننده ها. نام که احمد است. حالا من نوروزلی فامیلیم هم که شریفی. ها شما چه کار آمدید اینجا؟ اینجا آمدیم برای گردش دیگه، کمی بگردیم تفریح و همینطور هم یک فیلم هم بگیریم برای یادگاری میمونه. صحیح است. خب این یک از دوستایی که تازه آمده بود. خب شما خود معرفی کرد. اولا خدمت جناب عالی و کل بیننده هایی که این فیلم رو میبینن سلام عرض میکنم. این جانب عبدالله توسلی هستم. امروز هم به اتفاق دوستان اومدیم اینجا برای تفریح یک کمی هوا بخوریم. صحیح. خب اینم علی آقا هست. خب شما خود که برای بیننده ها معرفی که علی آقا که اینجا محمد آقا علی صدری حضرت فاریاب. خب امروز چی کار آمدید اینجا؟ امروز به خاطر تفریح آمدیم در کار. خیلی تشکر. خب دوستای عزیز ما خب قسمت های از شهر زاکینتوس برای شما تصویرش بگیریم. یک قسمت گوشه های از شهر زاکینتوس هست که یک شهر بسیار زیبا و شهر توریستی است که ما این منطقه را که میبینید منطقه فانس است و این کشتی های کوچیک را که میبینید هم کشتی های هست که توریست ها را از این طرف حمل و نقل میکنه به طرف اطراف شهر زاکینتوس. خب این قسمت میبینید ببینید یک کشتی که وارد شد تازه از طرف کلینی آمده که مسافرها را میخواه پیاده کنه و این کشتی ریزه را که میبینید تازه توریست ها از اطراف جزیره زاکینتوس آمده که میخواه کشتی لنگرگیری کنه و مسافرها و توریست ها را از اینجا پیاده کنه و این نمای کلی از فانس زاکینتوس هست. میبینید بسیار یک منظره زیبا و دیدنی برای شما دوستای عزیز دارد. خب بینندگان عزیز اینم که میبینید مجموعه از برادران است که در طرف قله کو در حال حرکت است. خب اینم که میبینید آقا جاوید است و اینم علی آقا و هم آقا شریفی و آقا رضا که بسیار صمیمانه دست هم دیگر گرفته. اینم که آقا رضا مثل که ناراحت شده. اینم آقای محمد علی، اینم عبدالله، اینم آقای نظری. خب بینندگان عزیز اینم طبیعت دی دو طرف جاده هم سرسبز و بسیار زیبا، نمای زیبایی را به وجود آورده. او بچه تشکر. یک خارا داشتیم داشت تشکر ندید طرفی آهنگ کشیم
اینم آقای حسینیه که سلام. چطوری آقای حسینی؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ رسیدی؟ چه خبر؟ کجا آمدید امروز؟ خیلی بلنده ای کو بلنده؟ بله خسته شدید. خب مشکل نیست، منتها که یک خاطره بسیار به یاد ماندنی میمانه. آره. خب موفق باشه آقا بشیر. خب شما هم خسته شدید؟ بله ما خیلی خسته شدیم. خب مشکل نیست، موفق باشه، خدا تو رو حفظ کنه انشالله. این ما گوشه های از شهر از قسمت تقریبا میانه کو نیست کو میشه که ما از اینجا بگیریم و به طرف قلعه در حال حرکت شیم که انشالله خود دوستای عزیز اینیم احمد که فیلم میگیریم که قسمتای از شهر راکنتو که نیم فرانس هسته. الان نمیدونم برای نه. خب بینندگان عزیزم، برادرای که طرف پایین به طرف قله از یک کو در حرکت ای کوم که بسیار کوه بلندیه. آقای شریفی و علی آقا و اونم براغینا خب خسته نباش. تشکر شما در نکنید. دور آقا جاوید. تشکر شما چطوری؟ آقای محمد علی چطور است؟ خسته نباشید برادر. آقای روی خاموشه. خاموشه؟ یه دل اونجا پاره، یه دل اینجا میبره، دیگه وقت رفتنه، نفسه کبوتره. سلام. سلامت باش. سلام سلام. خب بینندگان عزیز، ممکن نفس میزنم زیاد خسته شدم چون تیزم زیم بالا تقریبا خیلی بلنده.
شریفی، خسته نباشی. سلام آقای احمد علی، چطوری؟ سلامت باش، شما خوبه، زنده باش. زنده باش. خب یک کم تشریف دید درباره جزیره که زیاد وقت نشدیم. زیاد بلد نیستیم. چند وقت نشده جزیره و شبکه جزیره زاکینتوس است. یعنی منطقه که ما آمدیم این کوی است که مشرف به شهر زاکینتوس است. یعنی از اینجا که است تمام شهر زاکینتوس که است دیده میشه. و این روزم که یک روز تعطیلات اگر شنیه خود یک غروب آفتاب است، روز دوشنبه، تاریخ هم 31 است، نمیدونم 30 است. خب در دوربین خود ببینید که تاریخ چند است. تاریخ چنده؟ ساعت هم اتفاق همه دوستا که قبلا خب اسامیش را خدمت دوستا عرض کردیم. به اتفاق از این دوستا اینجا آمدیم که امروز یک تفریح داریم اینجا به اتفاق همه. و متاسفانه جای آقای مقدسی قربان علی که است جایش خالی است. اونا هم که مقدسی کاتین هست. قربان علی که وظیفه داشت که بالاخره وظیفه خود انجام میده. در صورت دیگه ما اینجا آمدیم به اتفاق همه دوستا و برادرها که یک دیدنی از اینجا بکنیم و منظره زیبای شهر زاکینتوس را به تصویر بکشانیم. شما هم که فیلم بردار هستید که خب میبینید صحنه بسیار زیبا و دیدنی هست. بله. این هم که است آقا رضا به اینجا بخیم بشید. بر بشه آقا رضا شد. این هم محمد علی هست. بیا اینجا محمد علی تو بشید. این که آقا رضای بینم. کم از پس بگره خوب. یا دوربین رو چی نکن، زوم شد نزدیک نکن. من نزدیک نیست. محمد علی هست، اینم جاوید بشید. بیا آقای نظری. برد دیگه نظری. اینم آقای نظری بیا تو روینا اینی منم که آقای حسینی هم. بله اینم که آقای حسینیه که بیایید آقای خودش مشغول فیلم گرفتن از این منظره زیبای زاکینتوس بود. بیا آقای که خب یعنی کم پس برو اینم که آقا عبدالله پس برو تو پایین نرید ما برو تو کلیگش میت دیگه. عبدالله کمک شیفت استش یا لطفاً بیشی. از اون طرف خود دوربین دیگه فعال شده. آقای حسینی فعاله که ادامه بدید داره؟ بله خب باز یک بار دیگه خدمت بینندگان عزیز سلام عرض کنم به خاطر از اینکه دوربین آقای حسینی فعال نبود. امروز ببینم که آقای حسینیه که در حال فیلم گرفتن دیگه. تاریخ 30/5/2005 به اتفاق همه از این دوستا که یک بار دیگه خدمت معرفی کردم در پایین و حالا دیگه لازم نیست که تک تک نامای از این دوستا رو خدمت شما معرفی کنیم. آمدیم در اینجا به خاطر از اینکه امروز روز تعطیلی هم نیمه تعطیلیه دیگه، تعطیل کامل نبود و باز ما کلیم از این منطقه برای شما دوستا فیلم برداره و این فیلم هم که برداشتیم منظره بسیار زیبا و بسیار دیدنی شهر زاکینتوس را برای شما به تصویر بکشیم. خب اگر کدام سوال دارید بگید که ما در جواب بگیم. خب بندم به نوبه خود سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و دوستانی که اینجا نشستند. بله آقای شریفی شما کمی توضیح بدین چه مناسبت اینجا جمع شده و چرا اینجا آمدین؟ اینجا جایی است که مثلا بلندترین نقطه زاکینتوس و این کافه است. لطفا توضیح بدین چطور اینجا آمدین؟ والا مناسبت خاصی نبود آقای حسینی، فقط این بود که امروز با اتفاق از شما و بقیه دوستا همینطور یک دفعه دست جمعی دیگه همینطور تصمیم گرفتیم که یک گردش بکنیم در اطراف شهر زاکینتوس. گوشه های از شهر زاکینتوس رو با هم دیگر دیدیم. اینجا هم که دیدیم که یک قلعه هست که مشرف به شهر زاکینتوس است. یک جای بسیار جای تاریخی هست. یک قسمت قدیم یک قلعه قدیمی بوده که الان که باز ما برنده اگر موفق شدیم میریم داخل قلعه برای بینندگان عزیز بیشتر توضیح میدیم. بسیار قلعه بسیار قدیمی است که قلعه جنگی بوده در زمان قدیم و الان هم تقریبا جزء آثار باستانی از شهر شده که برای توریستا برای بقیه مردم که داخل از
قلعه دیدن منه خب توسط بلیط میتونه مردم داخل از این قلعه بره و از این قلعه که هست دیدن کنه که انشالله نوبتای بعدی نوبت میرسه که دوستا بره بلیط از اونجا تهیه کنه. خب اینم که آقا رضای داخل قلعه و قلعه را خدمت شما آثار تاریخی رضای شریفی. تشکر، خیلی ممنون. و این دوستایی که اطراف جمع شده اینا همه دوستای شما که در شهر زاکینتوس هستن دیگه. این دوستا همه ساکن شهر زاکینتوس هست بغیر از خودم که از شهر آتین آمدم. ما هم که برای تمدید کار آمدم، دوستا هم که اینجا بودن به خاطر دیدن از این دوستا هم آمدیم که اینجا دوستا رو هم ببینیم و کارهای اداری که اینجا دستیم اونم حل کنیم. اینم آقا رضای شریفی هست که سربرادر من هست. اینم آقای محمد علی چنگیزی هست خواهرزاده هست. یا آقای نظری هست، بله. یک از خیشای از ما میشه. بله. با هم ارتباط فامیلی داریم تازگی ها. بعد از اینم آقا جاوید هست که از کشور ترکیه هست. علی آقای صدری از شمال کشور هست. آقا بشیر که هست، آقا بشیر که هست بازم از شمال کشور هست. این هم دختر خانومی که میبینید تقریبا به چند زبان صحبت میکنه، از جمله به زبان یونانی صحبت میکنه. بسیار زیبا، در ظرف 2 سال تقریبا زبان یونانی رو تکمیل کرده. بله. و این هم هست که آقای برادر که تک زنگ برایش آمد آقا عبدالله هست که موبایلش در حال زنگ زدن هست که شاید دوستایش رو اشکار داره. خب خود شما که اون فیلم بردار هستید، احمد رم تصویرش بیار که در حال فیلم برداری هست که این دوستای هست که تک تک خدمت شما معرفی کنیم. روینا شما میتونید اسم خود از زبان یونانی برای بیننده ها بگید؟ فاصله پراکالو؟ روینا. Cosa Coronia esi? Ex Coronia? Fame ligo na creve parakalo? Fame ki. Uri? Ure. Na creve Ya Ravina. Ya. Kalaise? Bravo. Fasalene? Ravina. حبیبی. برای این شهرهای دوستان که اینجا آقای شریفی توضیح داد. بوریس نخره بته ازا لیگا پراکالو ازا کنده. بوریس میکنم که دعوت کشیدن آمدن و این فیلم هم که ما راست که بگیریم به عنوان یک یادگاری. بسیار خوشحالم از اینکه امروز در جمع دوستان هستم و امروز یک از خوشحالترین روزهایی است که در زاکینتوس ما بنده خودم دارم. بسیار خوشحالم. خب آقای حسینی شما بیایید یک لحظه برای دوستا توضیح بدید. آقا بشیر هم که دوست داره فیلم بگیره. خب جای بدید آقای حسینی را اینجا. بیا آقای حسینی راحت باشید. یعنی پیش آقای حسینی. آقای حسینی دیگه آقای حسینی بیا آقای جاوید خان تو بیا بیشی. بیا اینجا بیش ما پایایش درس گرفت. تو استاد نمیشه بچه. بیا من بیا سلام کم دیگه بگیرم. تو بگیره باش دیلش بله ختم کو باشه بس تو بگیره.
زندگی میکنن زلزله‌های یونان هم. امروز که ما اتفاق دوستان اینجا آمدیم خاطر این آمدیم که یک دوستان از وطن ما آمدن و میخواهیم که یک فیلم یادگاری بگیریم و برای داشته باشیم انشاءالله. این که دوستایی که اینجا معرفی کنم احمد علی شریفی دوستای ما، آقای شریفی که از آتین آمدن دوستای خاص ما، منم آقای نظری از برادرای ما و دوستای ما، منم آقای جاوید از برادرای ترکیه، آقا محمد علی انگیزی از دوستای ما، علی آقای صدری از برادرای شمال از دوستای خاص ما. اینجا آمدیم به اتفاق هم که یک گردش کنیم و یک فیلم برداری کنیم به طور یادگاری داشته باشیم. امروز بنده سفر حسینی بسیار خوشحالم. به مدت 3.5 سال در جمع دوستان اینجا آمدیم روی کافه زاکلتوس. بسیار خوشحالم و از دوستانی که با ما همکاری کردن آمدن بسیار تشکر و قدردانی میکنم. آقا حسینی، آقا عبدالله پوستر تومنده. بله اینم آقا عبدالله که از دوستای صمیمی ما بسیار بچه خوب و با صفای. بله بله. خب تا خاطری که وقت دیر بشه و آقای آقا رضا. خدمت تمامی اعضای خانواده را خصوص حاجی سعید و آته لیلا و آته خالق و آته جواد و آقای عبدالعلی شریفی، طاهر شریفی، ظاهر شریفی، حسین آقا و تمامی اعضای خانواده، خواهر آبه قربان و آته قربان و آبه اقبال و آته اقبال و تمام خانوادهش از کوچک و بزرگ، آبه غلام رضا و بوله و آبی عبدالعلی و تمام حاجی صاحب و تمام اعضای خانواده از خرد و بزرگ سلام عرض منم. پیروزم که در اونجا هست که خیلی گله کده بود در فیلم یک سلام عرض منم خدمتش عبدالعلی غلاملی و تمام اعضای خانواده که فعلا ماشاءالله خب زیاد است به این فیلم نمیشه همه نام همه رو بگیریم به صورت از کوچیک و بزرگ برای همه سلام عرض منم. و از این طرف اگر فیلم احیانا در ایران است خدمت خواهر عزیزم مادر علی و آقای حکیمی و خود علی تمام اعضای خانوادهش معصومه و سمیه و راضیه و بالاخره
تمام از اینا که ما اصلا اسمایش یادم نیست، همه سلام عرض منم و خود آقای کریمی و خواهر مادر گلسوم و خود گلسوم و آقای کریمی کوچیک و تمام دوستای عزیزی که و خانم کریمی کوچیک ولای آبی روغلار میگیم و تمام دوستایی که فیلم رو ببینن، آقای محبی و جواد برادر آقای محبی و تمام دوستایی که فیلم رو میبینه ماشاءالله خوب دوستا و فامیلا در ایران، افغانستان و در پاکستان خدمت خواهرزاده پاوه محمد علی و مادر محمد علی آجای قادر فرزدم تمام خانوادهشان از خورد بزرگ سلام تقدیم عرض می‌کنم. انشالله که موفق باشد، سلامتی همه دوستا و فامیلین را از خداوند بزرگ خواهانم. و این روزم که خب در قسمت قبلی که ما دیدیم خب یک روز تعطیلات بود، من که به خاطر تمدید کار در گرفتن کارت جدید از شهر یاسین به شهر جاکندوس آمدیم. محمد علی اینجا مسئول کار هست با آقا رضا که اینجا بود، خب احمد علی هست اینجا و آقای مقدسی فعلا در شهر یاسین هست، آقای دکتر هم که خبر داره در چک هست و جواد هم که در لندن هست. از طرف از اینا دوستا بینندگان عزیز تمامی فامیلین همه خاطر جمع باشید، انشالله که موفق باشه، سالم باشه. نوبت رو میدیم به آقای محمد علی. آقای محمد علی که بگی که سلام اگر خدمت فامیل داره خب بگی انشالله که فیلم رو با زودی بتونیم به داخل در پاکستان جا رایی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من از طرف از خود و از طرف رفقای خود، از طرف آقای شریفی و مقدسی و کلی رفقای ما که اینجا هستن، برای کلی تک فرد خانواده که در پاکستان و افغانستان و ایران، برای کلیش که سلام میگیم و از خداوند تعالی که ولی نیش کسی اینی رفیق من میتونم جای بگیرم پیش از کار کردم، یعنی تابلو رو که میگیرنی این
تابلو کس اون جینس مفروشه که بودم تابلو اینه دیده باز اینجا دیگه بسیار شلوغ هست فهمیدی؟ چرا کم اینی پیش از این چیزا میتونی بشینی کار نداره اینجا مال هتل هست مال هتل کس حق نداره دوزخ همینجا وقتی ما یک دار بالا باش ما بیرمون اینجا ست میکنم برو دو شما پای همین میبینید که آقای بیه دیگه از موتر خو اما تازه اینجا هم کس منطقه چیزه لگناس همه کافه بارایی که توریست هم اینجا میشنه کافه آقای شریفی چطوری؟ چطوری آقای احمد علی؟ جامان تو جوره؟ حال چطوره؟ سلامت باشی کجا هم ده؟ آمدیم اینجا چکر خدا شما این منطقه لگانات هست فهمیدی؟ بله امروز هم دیگه نرسیم دیگه چکر هم بده اینجا دیگه بسیار دیگه آقای مرزایی هست او که میهمان هست دیگه آره این فعلا آمده که آره برای بینندگان گفته دیگه اون تصویر دور گرفته بس ما بیش ده دیگه آه اینجا گرم است هوا دیگه تو مینالی عرق نه اینا خود چم عرق کده دیگه دو زیر رکابی برش داده بیرون نه بچه که تصویرش بگیرم بچه اروپاییش ده دیگه آه دیگه اینجا اروپای که آزاده درباره از این منطقه نه این هم که آقا رضایی که فیلم میگره سعی که دیگه اروپای زیر رکابی برش داده این برداری هم نه
جای جابجا کردن همون نقل توریست‌ها که اینجا در جزیره می‌گردن برای گردش. چطوری خوبی؟ حال شما خوبه؟ سلامتی؟ زنده باشین. خب بله، بگو یک چیزی برای بیننده ها که مثلا اینجا کجای تشریحات درست اگر شما میتونید بین ما که زیاد بلد نیستم دیگه اینجا را تازه هم آمدیم. چونکه تازه هم ما کسی اینجا تقریبا 3 ساله که داره زندگی بله. بعد از این منطقه که میگردیم منطقه است شهر داخل شهر زاکنتوس. و این مناطق کشتیار که اصلا است منطقه فرانس زاکنتوس است که از اینجا یعنی کشتیهای کلان که هست به طرف کشتیهای او طرف کشتیهایی که هست که به طرف شهر کلینی از اینجا ما را طرف آفریقا کجا یعنی کشتیها رزه که اینجا استاد است اینا که هست توریستا را از اینجا به طرف اطراف جزیره زاکنتوس گردش می‌کردن. این طرف برای اطراف توریستا از جزیره لذت ببره و خدمت شود جاهای دیدنی شهر زاکنتوس را برای توریستا نشان میده و از اینجا برو که است برمیگرده اینجا. ما امروز هم که یک روز تعطیلات هست، تاریخ هم جلوی دوربین دوستای بله تاریخ هست، ساعت و دقیقه‌ش هم اینجا نمایان هست. لازم نیست که ما زیاد توضیح بدیم درباره از این. انشالله در صحبت‌های بعدی که پایین‌تر بریم، صحبت‌های بسیار زیبای شهر زاکنتوس است و قسمت‌ها نشان بدیم. انشالله فردا بریم نمای از کلی از شهر را بگیریم، قسمت‌های مناطق توریستی شهر را بریم برای شما نشان بدیم. اگر فردا انشالله کارتای ما اینجا صادر شد و ما برگردیم بعد از ظهر شاطری اگر نشده که بازم در خدمت دوستا اینجا هستیم و از همینجا بازم خدمت همه بینندگان و دوستای عزیز که شاهد نگاه از فیلم است و این فیلم را میبینن بسیار سلام عرض می‌کنم. انشالله که موفق باشه، صحیح سالم باشه. دوستای برادرایی که در شهریاتین کسایی که فیلم میبینن، دوستای فامیلایی که در ایران اگر هست و دوستای فامیلایی که برادرها و خواهرایی که در داخل افغانستان هستن و باز دوستایی که در پاکستان اگر در دسترس قرار بگیره همه دوستا و بله خلاصه هر کسی که فیلم ببینه دیگه برای از تک تک دوست و دو بزرگ و پیر جوان و زن و مرد همه سلامت موفقیت و سلامتی همه را از خدای بزرگ خواهان. خب تشکر. بینندگان عزیز اینا هم که می‌بینید اینا کشتی‌هایی که توریستا را هم نقل مونه از جاهای مختلف شهر زاکنتوس و آنها را دیگه از دیدن جاهای لذت بخش زاکنتوس برخوردار. خب اینا که میبینید من یک طرفی به این طرف آقای شریفی هست دیگه. آمدیم برو آقای شریفی.
برای شما جزئیات بیشتر از این کشتی با بینندگان عزیز کشتی هم که میبینید کشتی های هست که توریست ها رو میبره دیگه، یکی از کشتی های بزرگ. خب یک کشتی بزرگ که میبینید دیگه لاغل فنزین هم کشتی های یک بسیار کشتی پر خاطره هست برای آقای شریفی زنه که بعدا درباره‌اش تشریح خواهد داد. خب همچنان در یک گوشه از این کشتی ها استاده شدیم که کشتی رو که میبینید کشتی هسته که 4 سال قبل که آقای شریفی زنه که از طرف ترکیه طرف یونان می آمده در آب طوفان گیر کرده بوده. در همین کشتی بوده که باعث نجاتی اینا شده. در بین دو کشتی که به طوفان گیر کرده بودم که 740 نفر 750 نفر بوده که حالا جزئیاتی دقیق تر شده از خودی آقای شریفی یا آقای حسینی از اینا میپرسیم. برای شما جزئیات بیشتر از این کشتی تشریح بده که خاطرات هایی که از این کشتی داره. کریمان جان فدای دوست کردم، چرا مرده پرست و خصم جانی، چه بر خاکم بخواهی بوسه دادن رخم را بوسه ده اکنون همانیم، آمدم که سر نهم عشق تو را بر سر نهم، با تو بگویم جان ده اکنون همانیم. عاشقان با هم بسازیم، چو شادی کم شود با هم بسازیم، بیا تا با خدا خلوت گزینیم، چو عیسی با توییم مریم بسازیم، چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن رخم را بوسه ده اکنون همانیم، آمدم که سر نهم عشق تو را بر سر نهم، با تو بگویم جان دل اکنون خسته نباشید آقای شریفی. آقای شریفی ما درباره کشتی و خیلی همین کشتی که برای بینندگان تصویرش گرفتیم، خیلی شما خاطرات زیاد داشته باشید از این کشتی. مثلا ما یک سری چیزای کمی که بدیل داشته، مثلا شما برای ما گفته بودید برای بینندگان تشریح دادم، حالا شما اگر دوستان اگر موشه کمک تشریح بیشتری درباره کشتی بدید که خاطرات زیاد شاید داشته باشید. کشتی هست که آمدن ما را نجات دادن. موقعی که ما از طرف ترکیه آمدیم طرف ایتالیا و کشتی از ما دچار طوفان شد و این کشتی بود که کشتی از ما را نجات داد. در این جلد کشتی 730 نفر بودیم. حالا انشاءالله فردا بریم داخل از این کشتی که آمدن ما را نجات دادن، از این طرف انشاءالله برداریم. باش، تشکر. همانیم.
آقای حسینی چی مخوری؟ غذا مخوریم لوبیا و خودت. درست. احمدم که نان خورده، آقای شریفیم که نان خورده.
نخورده؟ دیگه نمونده؟ و میبینی کشتی های هست که مسافرها را از این جه و جزیره های اطراف با کشتی پخش می‌نماید. کجا آمده امروز تو؟ اینجا نملت فنسی هستم. این منطقه کجا هستی؟ این منطقه نملت فنسی. چی کار نیستی؟ اینجا ترامده دیگه. کلده گردیش هم دی؟ چند وقت تو در زاکین تو هم دی؟ حدود 3 ماه میشه. چی کار نیستی؟ اینجا کاری بناییه. بناییه؟ تو بخشه خانه سلام نبودی؟ برای هر کس که فیلمی میبینه سلام زیاد عرض خب هر کس که فیلمی میبینه قربان علی تازه هم دیگه؟ خب باره دیگه؟ هر کس که فیلم میبینه سلام زیاد بخشید بگیم دیگه عرضی خاصی نداریم. این بچه که الله ازا کی تا؟ بچه آقای عبدالله. فاصله نه؟ کی کامه چه ازا؟ سلا فاصله خورانیه الله ازا لب کاتی فاصله خورانیه؟ سیس فاصله خورانیه پختا خورانیه؟ تو اسکولی و فاصله خورانیه کی؟ دفتر است؟ دفتره ایتریتی؟ دفتره؟ دفتره تی پاتره سویتی و نمای پاتره سو؟ افسوس پوسه نه؟ پیوسی نه؟ پیوس؟ تی و نما؟ لیغا پانو لیغا؟ قربان تو قربان نه فیلوسو؟ فیلوسی نه قربان؟ پیوسی نه؟ سوالتش زاکین توست سوالتش پولی براو خب بینندگان عزیزم که منطقه اینم که آقای قربان علی دوچرخه را یاد گرفته حالا این طرف مدونه دیگه تازه ما درش نشو دادم دوچرخه را اینم که قربان علی چطور قربان علی؟ خوبی؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ چطوره گفتر بلد نیه؟ بلد نیه؟
bravo. नहीं पाया था सर Bravo, bravo. Isso, Zelko? Por barulho? Bora para cá, nós. Tá, bora. بینندگان عزیزی شهر زاکنتوت هست که در اینجا کشتی هایی که خراب میشه یا عیب ارادی که درش ایجاد میشه در این منطقه انتقال پیدا میکنه. ما هم اندری کشتی که از طرف ترکیه آمدیم دیروز در کشتی دیگه که توضیح دادیم که او کشتی باعثی شد که ما رو باید نجات بده. اندری کشتی باری بسیار کشتی کلان هست که از کشور ترکیه وارد یونان شدیم. بله این کشتیه. بله فعلا بسیار تقریبا 4 سال شده که کشتی در اینجا مانده، بسیار فرسوده و درمانده شده، لحاظا هیچ گونه رسیدگی درش نشده که یکی از آثار تقریبا تاریخی شهر زاکنتوت حساب میشه. در این کشتی حدود 730 نفر وارد مهاجر وارد شهر زاکنتوت شده. بله وارد منطقه میشیم که کشتی های قدیمی و فرسوده داخل از این منطقه هست. کلا کشتی های هست که از یا آسیب دیده یا خراب شده یا قابل جور کردن نیسته که دولت از این کشتی ها را کسته در اینجا میگذاره تا ازش استفاده نشه و به صورت آثار عتیقه یا آثار تاریخی در اینجا بمانه. بله یعنی منطقه که هسته منطقه هسته در اینیم که احمد هسته همراه از نام ده. اینیم بچه آقای بیبی است که الان احمد مصاحبه را انجام داد مثل شما. ما هم در حال رفتن به طرف کشتی هستیم که 4 سال قبل با او کشتی وارد شهر زاکنتوت شدیم. کشتی هست که با این کشتی با این نام و مشخصات ما 4 سال قبل وارد از این کشتی شدیم. میبینید یک کشتی بسیار کلان کشتی باری هست، حدود مشخص هست. اینجا محل هست که کاپیتان در اونجا نشسته و محل کنترل کشتی هست. بله بله نام کشتی که ما بهش وارد شدیم به نام ارنلر هست. بله این محدوده فنس هست که همون کشتی هست که دیروز برای شما توضیح دادیم در فیلم قبلی که همی که توسط از همی کشتی ما وظایف‌های بین المللی نجات پیدا کردیم و این نمای کلی از فنس زاکنتوت هست. امروز در غروب آفتاب قرار داریم. بله این هم کشتی های فرسوده هست که در این مناطق قرار گرفته شده.
شان ندادی کی را؟ اونم که بالا سایه شان دادم ها؟ شان دادم واضح باش اینجا نیفتی؟ برو خب اینو تا قدر یکدیگر بدانیم که دو ناگه ز هم دیگر نمانیم کریمان جان فدای دوست بله دکتر عزیز ما هم اکنون داخل کشتی قرار داریم این کشتی رو میبینید بسیار یک کشتی کلان باری بود که ما تقریبا در داخل از این کشتی حدود 700 نفر 730 نفر در اینجا بود که تمام مناطقایی بود که در اینجا نفر کلا نشسته بود بله اینجا هم کاپیتان نشسته بود اینم بیسیم و بندبساتش هست این قسمت هم محل تصفیه خانهش هست که آب شور را تبدیل به آب شیرین میکرد اینم لنگری از این کشتی هست میبینی ببین چقدر بله نام کشتی هست وسعت بلندی کشتی تقریبا تا حالا حدود 6 متر داخل بله 5 متر تقریبا داخل آب هست بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز هم دیگر نمانیم کریمان جان با هم آمدیم تو داخل از کشتی بود آمده کی آمده؟ چند وقت پیش آمدی در این کشتی؟